خوجنوبدین بوبیف شهروند زندانی تاجیکستان در اکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دالر بوبیف در این کشور اشتراک کند. جسد دالر بوبیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گراژ در شهر اکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتار کودک تاجیک در اویلای پرستارش در اکاترینبورگ سر و صدای زیادی به پا کرده مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خوانده شده داغ نمود. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دالر بوبیف 6 ساله فرزند خوجنوبدین بوبیف زاده نوع خراسان تاجیکستان و شهروند روسیه است. پدر بیولوژیک کودک چند سال پیش با اتهام روزنی زندانی شده بود. هنگام بازدید ظفر سیدزاده کنسول گنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سوردلوفسک که خوجنوبدین بوبیف اینجا نگهداری می شود وی خواسته است در گرفتن جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت مراجعت محبوس را به تاتیانا میرزلیاکووا وکالتدار حقوق انسان در ولایت سوردلوفسک رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می شود. ماجرای زندگی این مهاجر تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دالر بوبیف خردسال که خبر کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه‌های اکاترینبورگ قرار دارد از همسر روس مهاجر تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه‌های محلی پس از زندانی شدن پدرش مقامات مادر بیولوژیک کودک را به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده دالر را با قرار مقامات و موقتا به پرستاری به یک اویلا در اکاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادرخواند کودک اعلام کرد که دالر ناپدید شده است و ساکنان زیاد با جستجوی طفل پیوسته بعد 3 روز جسد او را در گاراژ در نزدیکی منزل استقامتی اویلای پرستارش ورونیکا ناومووا پیدا کردند. بنا به فریضه مقامات انتظامی در اکاترینبورگ کودک 3 دکبر 2017 پرستارش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهر اکاترینبورگ خبر دادند که دالر بوبیف بعد از لطکوب شدید از سوی مادرخواندش در حمام از اوش رفته جان داده است. زن هنگام بازپرسی گفته است کودک بیماری روی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری اکاترینبورگ زنی که دالر را به فرزندخوانی گرفته بود برای تربیه و نگهبانی او از دولت هر ماه 11,000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیک مفتش ناحیه چکالوفسک اکاترینبورگ به خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسال را که به پرستاری گرفته بود شکنجه میکرد. گذشته از این دقیق میدونست که کودک نیم سال پیش فوت دیده است اما از دولت یاری پولی میگرفت. حالا جسد دالر در سردخانه اکاترینبورگ است و پدر بیولوژیک او خوجنوبدین بوبیف با یاری تاجیکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجنوبدین بوبیف به رسانه‌های اکاترینبورگ گفته است پدر بیولوژیک طفل میخواست بعد رها شدن از زندان پسرش را به تربیه خود بگیرد. به گفته نمایندگی تاجیکستان تا انجام ادای جزای خوجنوبدین 1 سال و 3 ماه مانده است. روز 1 ایول 10 ساکن اکاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند به پرستار طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزند خوانده شده طلب کردند.